میدونستی یه سری آدما از آدمای دیگه نفرت دارن؟ نه، منظورم این نیست که خشونت به خرج میدن یا خطر آفرینن. نه، منظورم چیز دیگه ایه و همه ما میدونیم که اون اشتباهه. اینا آدمایی هستن که نمیتونن جمع، شلوغی و اجتماع رو تحمل کنن. ترجیح میدن فقط با حیوانات خونگیشون باشن و یا چند تا دوست معدود داشته باشن. اونها فقط دنبال سکوت و آرامش هستن و ابداً قصد صدمه زدن به کسی رو ندارن. فقط دوست دارن تنها باشن. حالا چرا بعضیا از تعامل با دیگران و از مردم دوری میکنند؟ موضوع این نیست که اونها ضد اجتماعی‌اند یا بی‌ادبن. نه، مسئله عمیق‌تر از این حرف هست. یک دلیل روانشناختی حقیقی پشت این رفتار مخفیه. الان تو این ویدیو ما 3 نوع از این آدم‌ها رو بررسی میکنیم. شاید تو هم خودت رو در یکی از این 3 نوع پیدا کنی. پس همراه ما بمون چون موضوع جالبیه. نوع اول، آسیب دیدگان. اگه اینو تجربه کردی حتما میدونی چه حس بدی داره. اونها زمانی توسط افرادی که حتی ممکنه دوست یا از اعضای خانواده‌شون بوده باشن زخم خوردن یا زمانی که به اونها احتیاج داشتن پشتشون رو خالی کردن. برای این افراد دردی که از دیگران کشیدن به راحتی از بین نمیره، همراهشون میمونه و مثل زخمی است که خوب نمیشه و چرک میکنه. هر بار که میخوان دوباره اعتماد کنن، اون زخم قدیمی سر باز میکنه و دوباره دردناک میشه. با گذشت زمان این آسیب تکرار میشه و ذهن یک باور کلی رو میسازه. آدم‌ها همیشه منو ناامید میکنند. اونا فکر میکنند چرا باید دوباره خودم رو در معرض این مسئله قرار بدم؟ کم کم شکاک و بی‌اعتماد میشن، نه چون بیرحمند، بلکه چون بارها و بارها ثابت شده که نمیشه به مردم اعتماد کرد. و اینطور میشه که رابطه بهتری با حیوانات پیدا میکنند. حیوانات خیانت نمیکنند، قضاوت نمیکنند، کینه به دل نمیگیرند. یک حیوان خونگی دوست داشتنی میتونه همون عشقی رو بده که انسانها نتونستن بهش بدن. برای همین این افراد با حیوانات آرام میشن و حس امنیت میکنن. نوع دوم، آدمایی که دنبال آرامشن. اونها نمیخوان با رفتارهای بد دیگران درگیر بشن. سادگی رو دوست دارن، نمیخوان درباره کسی غیبت کنن، نمیخوان وارد جر و بحث و دعوا بشن. اینا معمولا شخصیت‌های درونگرا هستن که آرامش رو ترجیح میدن. ولی بعضیا به اشتباه فکر میکنند این رفتارشون بی‌ادبی یا بی‌تفاوتیه. ولی حقیقت اینه که نمیخوان کسی رو آزار بدن، فقط نمیخوان با انرژی و هیاهوی غیر ضروری مردم درگیر بشن. ولی اغلب مردم اونها رو قضاوت میکنند، بهشون فشار میارن که اجتماعی تر باشن یا حتی مسخرهشون میکنن و اونا هم هرچه بیشتر قضاوت بشن بیشتر کنار میکشن و این فشار دائمی باعث میشه از انسانها دلزده و رنجیده بشن. نه به خاطر نفرت، بلکه چون احساس میکنن دنیا اونها رو نمیفهمه. اونها تنها بودن رو انتخاب میکنن تا از ذهن و قلبشون محافظت بشه. ولی هرچه بیشتر عقب میکشن دنیا بیشتر اونها رو پس میزنه. نوع 3، دلسرد شدگان از انسانیت. اینها افرادی هستند که زخم‌های حل نشده، خشم پنهان و رنجش قدیمی رو با خود حمل می‌کنند. بارها شاهد ظلم و خودخواهی و بی‌عدالتی بودند. این تجربیات کم کم دیدگاهشون رو نسبت به انسان‌ها تاریک کرده. برخلاف 2 گروه قبلی، اونها واقعاً از رفتارهای انسانی بیزار شدند. اما این هم دلیل بر ذات بد نیست، بلکه ناشی از آسیب‌های مکرر و ناامیدی‌های پی در پی هست. این 3 گروه 3 دلیل متفاوت برای دوری از مردم دارند، ولی هیچ کدوم الزاماً ربطی به نفرت یا شرارت نداره. بیشتر در رابطه با محافظت از خود، درمان زخم‌ها و مدیریت دردهای عاطفیه. دنیا پیچیده است و دلایل رفتار ما هم همینطور. اگر تا به حال حس کردی از مردم بدت میاد، فکر میکنی به کدوم یک از این 3 نوع نزدیکتری؟ یا شاید هم دلیل کاملا متفاوتی داری؟ اگر دوست داشتی کامنت بذار و نظرت رو بگو.